با سلام خدمت شما عزیزای دل، وقتتون بخیر. بدون فوت وقت عزیزان میریم برای تدریس نشانه جدید. نشانه جدید امروز ما نشانه د هست. همینطور که میبینیم اینجا قرار گرفته، جزو صامتا هست، جزو اون حروفی هستن که اینها که نمیشه صداشو بکشیم و به اسم د تنها هم میگن، ولی خب معمولا میگن د. خب میریم صفحه 30 کتاب فارسیمون، صفحه 31 کتاب فارسیمون. اینجا نوشته باد، ابر، باد، دریا. روی حرف نشانه د خیلی تاکید داشته باشین. ابر، باد، دریا. باد باد باد، ابر باران داد. د. آ اول، آ غیر اول، به غیر آخر، به آخر، اول، ا غیر اول، د. درس بعدیمون م غیر آخر، م آخر. میریم سراغ کتاب کارمون. کتاب کارمون به این صورت هستش که خط اولش د. دقت داشته باشین طرز نوشتنش بالای خطه. معمولا بچه ها به این صورت هم می نویسن، ولی خب اشکالی نداره، زیاد خورده نگیرین به فرزندتون. ممکنه به این صورت بنویسن که نصفش بالای خط باشه، نصفش پایین خط. این لحاظ خوبه که وقتی میخوان نشانه قبلی رو بهش بچسبونن، مثلا میخوان بنویسن بد، راحت تر چسبیده میشه. ولی خب بعضی از معلمان هم میگن نه، با خاطر خوشنویسی همین بالای خط باشه بهتره. مثلا به این صورت میخوان بنویسن بد، به این حالت قرار بگیره. ولی سختگیری زیاد انجام ندین، چون بچه تازه کاره، ممکنه بعد اینو به صورت ر بنویسه که بعدها دچار مشکل بشین. خب خط اول د. دا، د، باد، داد. باز دوباره توجهتون رو به اینجا جلب میکنم، به جدول ترکیب صامت و مصوت نگاه کنین. د، د با آ، دا، د با ا، ده. فعلا ما اینا رو نخونیم، فعلا با این دوتا خونه کار داریم. خونه آ اول، آ غیر اول، اول، ا غیر اول. و باز تاکید میکنم حتما این جدول رو باید تو خونه شما داشته باشین. شعرش هم که گفتم قشنگ بگو، خوشگل بگو که د با آ چی میشه. فرزند شما میگه دا، دا، دا میشه. قشنگ بگو، خوشگل بگو که د با ا چی میشه. ده، ده، ده میشه. بعد میریم سراغ قسمت بعدی که گفته نام هر تصویر را بنویس. دیگه اینجا خود فرزند شما قشنگ یاد گرفته. باد، برای صدا رو میکشین مینویسه. با، آب. اینجا هم که گفته زیر تصویرهایی که صدای د دارن رنگ بزن. این دفتر رنگ میخوره، توپ رنگ نمیخوره. مسجد د داره رنگ میخوره. آدم برفی د داره رنگ میخوره. سوت، اینو برای چی گذاشته؟ چون بعضی ها اشتباهی میگن سود. خانم سود زدم، دوستم سود زد، نه سوت، پس رنگ نمیخوره. صفحه بعدم باز یه خط آب، بابا، باد، بابا، آب، بابا، آب. اینجام که باید کامل کنن. گفتم باز دقت داشته باشین وقتی به این صورت نوشته، حتما اینجا رو دقت داشته باشین. ببینین به این صورت نوشته، خط رو کشیده، گذاشته ر، ا، د. حتما نشانه د باید زیر ا قرار بگیره. اگر غیر از اون باشه اشتباس. قشنگ باید اینجا قرار بگیره. این ورتر بنویسه، این ورتر بنویسه، اشتباس. قشنگ باید ا بالای د قرار بگیره. باز اینجا دست، باد، بادک، اینجا دشو نذاشته.
فرزند شما میذاره. دریا، باز دوباره دی رو باید طوری بنویسه که اش درست بالای اون قرار بگیره. آها، میرسیم اینجا. این همون تمرین صدا کشی بود که خدمتون گفتم که قبلا گفتم گردالی هست، هر کی میره تو خونه خودش. حالا اون برعکسه، صداها رو با هم دیگه جمع میکنه، ترکیب کرده اینجا مینویسه. ب با آ با. ببینید همین جدول است که هی من تاکید میکنم به شما. ب با آ با. ب با ا اینجا باید بنویسه ب. د با آ دا. د با ا د. اگه فرزند شما این جدول رو خوب یاد گرفته باشه و ایشالا هم همینطور هست، با نگاه کردن به این تصویر سریع این تمرین رو انجام میده. و یه نکته دیگه هم که بهتون بگم، از این جلسه به بعد فرزند شما قادر جمله بنویسه. بله، تعجب نکنید، جمله بنویسه. چرا؟ به خاطر اینکه کلمه داد و یاد گرفته، یعنی امروز یاد میگیره تو کلاس. بابارم که از قبل یاد گرفته. یه آبم میذاره اینجا، میذاره بابا آب داد نقطه. اینم جمله سازیش. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.